سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من. اول اینکه خیلی ببخشید چند وقت بود ویدیو نذاشتم، به خاطر که اصلا فرصتش نبود ویدیو بذارم و یه سری اتفاقی افتاد که دیگه اصلا تو ماجراش نکنیم، تو بحثش نریم. حالا اومدیم این ویدیو فرار از زندان، یه جوری از این زندان خارج شیم، از دست این مردی که این بشر باید فرار کنیم. بعد امیدوارم کلی حال کنید و کلی بخندید. و حتما یادتون نره که گزینه لایک رو بزنید، سابسکرایب فراموش نشه و اون گزینه زنگوله بغل حسابم بزنید و خیلی ممنون. و خب بریم برای ویدیو. بچه‌ها من اینو قبلا بدون ویدیو کلا جداگانه تا این دو سه تا ماه جلوترش رفتم، خب برای اینکه بفهمم چه جوری بوده، قضیه‌اش چی بود. یکی دو مرحلهش رفتم و دیدم که خوب چیزیه. بعد گفتین که خوب چیزیه، بیا برای شما ویدیوشو بگیریم که شما هم حال کنید. خب میا اینجا، اینو بزن سری بریم. اوکی برو. این مانع بعدی که میزنی دکمه رو باز میکنی، این من دقیقا تا اینجا اومدم دیدم که ارزششو داره که دیگه ویدیوشو بگیریم. و گفتم که چرا مردم. بعد مشکل اینه خیلی لگم، نمیفهمم چرا. از یکی دو ساعت پیش که کلا وارد وادت چرا رستمون خورد کنه. اوکی هیچ مشکلی نیست، ایزی برا رد میشی آسان. هول داد، زنی که پشت سرمون آقا رفتم، خودش لعنتی نمیرسه. نه اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست، اصلا اتفاقی نیفتاده. آقا من رد میکنم برمیگردم. لا انگار که نیاز به کارت کردن نداشت. خب اینو برداریم چک کنیم، بابا بیام اینو خورد کنیم. بریم. چرا رفت؟ میخواستمش. اشکال نداره، ولش کن. از توی سوراخ رد شدیم. اوکی don't worry. اوکی میام اینجا. یارو کپولیه برم که گرفت. اوکی این ایزیه، این خیلی ایزیه. اوکی سریع با دو بیای، خیلی سریع اینجا بزنی دکمه کوفتی رو میزنی سریع. از اینجا از پله ترایهارد بریم. ترایهارد که نشد ولی خب میریم دیگه. یارو همچنان پشت سرمون جاریه. هرچی حالا یه جامپ میزنی ایزی، میای اینجا یه جامپ دیگه میزنی. یارو هنوز دنبال منی؟ خب خیلی زور نزن دیگه، نمیتونی منو بگیری. اوکی اینجا میای یه جامپ میزنی. اوکی سری اون دکمه که پایین میزنی اینو باز میکرد، نکنی سیمش قشنگ به این وصله. اوکی ایزی سری اینجا رد میکنیم. بریم یه جامپ خوشگل میزنی دستشویی. بله چه خبره اینجا؟ اصلا تو بحثش نریم. از اینا اینجا خیلی ویدیوهاشو دیدم، یعنی ویدیو کارتونی شو دیدم، نه که ولش کن. خب اینجا چه قراره؟ خب حداقل تمیز. اوضاع این زندان خرابه. خب بیل بکن. آفرین، آدم تلاشگاری هستی. برای فرار از این زندان هم باید تلاش کنی. ای که بخش اولش ایزی رد شد، بریم سراغ بخش دومش. حتی کلا رو اوکی هیچ مشکلی نیست، ایزیه، خیلی ایزیه، فوق‌العاده ایزیه. یعنی اصلا از ایزی بودنش که نگم براتون. کلا یه جامپ دیگه. آفرین، همینه. چک پوینت داره دیگه. حالا من که دارم ندیدم چک پوینت داره که بخوام بگیرم، ولی داره دیگه، گمون کنم. اینم که از ترایارد ایزی تمامش کردیم. خب این چیه؟ اینم همینه دیگه، خیلی فرقی نداره با اون بقیه. اینم ایزی. اون سنگه اومد رد شد، اصلا تمام حواسم به سنگ آتشینه بود. الان قبول دارم یه رو واقعا باختم، ولی خیلی هم لگم. این نظر بگیرید. ولی
من تمومش کنم برمیگردم. خب اوکی، سنگ داره میاد. وایسی، برو نمیتونیم برسیم به اونجا. اومد برو داخل. چطوری آقای امیلیو؟ خیلی تراهاش سریع میدویم. اومد، برو. آقای امیلیون مرد. چی؟ وات داد. بلش کن. خب هلو من، بدو و با تونل گیر افتادم. بزن. لا، زدمش. بدو. باز نشده. بدو. اشکال نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ایزی سری میزنی. تموم شد. اینجا رو دور میزنی. ایزی پیزی. خب شما دیگه نمیاید، تو دیوار گیر کرده. با من لج داره نه؟ اوکی. خیلی لگم آجی. وای، تموم شد دیگه. برو فرید، تو میتونی. اصلا من نمیفهم، درک نمیکنم چرا یه زندان مارم همچین چیزی. درست که بازیه ولی اصلا خیلی عجیب. اوکی. زن بریم بالا که سخت. نه درسته، هیچ مشکلی پیش نیومده. خیلی سریع اینجا رو رد میکنیم. اوکی، اینور چیه؟ میگه که کافتریا اینوره. جاله، مهم نیست برش. خب ما احتمالا با اینور کار داریم. از این نوشیدنی هایی که خودم انرژیزان بزن بردن. بدو. بلش کن. برو یو بدو. نپرید، من جامپو زدم. نپرید. وای فشار چه دارم میرقصم. ما برگشتیم. این ما رو رد کردم. البته خب تقریبا ایزی بود، ولی انگار زمانی که تو ویدیو باشی دیگه تمام این کائنات فقط لج میافتن کلا. استرجوم اوکی، بریم تو استرجوم اوکی. خب اینجا چی؟ دکمه. دکمه دیدید بزنید پله رو. اوکی. خب الان من با این پله چی کار کنم؟ چه سیسی داری؟ خب بکنم پله رو اینجا بذاری، ازش بری بالا، باز کن یه جامپ میزنی پله. چرا نگرفت؟ اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. یه دور دیگه ترای میزنم. خب این ترای دوم شد. الان این میشه ترای سوم. آقای چرا همچین؟ اوکی تموم شد. ایزی. این مرحله ایزی بود، حداقل خوب بود، تونستم سریعتر تمومش کنم. اوکی سری میریم یه جامپایی هم میزنیم که زودتر برسی. حتی این موقعیت رو نباید جامپ بزنی، خاطر اینکه پرتت میکنه اونور. خب برو. مرحله جدیدمونم اینه. تو مرحله جدید ترای اول برم چقدر حال میده خدا. اوکی قسمت اسم کنم این نوک بپری. قشنگ نوک. اوکی اینجا حرکت میکنیم که بیفتیم روی میله مثل الان. اوکی که دیگه حوصله ندارم از اول واقعا ردش کنم مرحله رو. خب یه جامپ هم میزنیم میایم اینجا. باید اینا رو ببندیم، میله رو کامل کنیم.
یه دونش اینجاست. هلو ببندش. سری 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 سری. بودا چرا میرم جان 3-4 میگه، مثل الان دوباره گفتم 3-4 الان دوباره گفتم، الان 5-6 بار گفتم دوباره. نم اوکی. الان از اینجا زد ایزی وار یه پا میشه میره بالا. یه دونه پایین ندیدم یه لحظه. خیلی خوب یه جامپ میزنی، زنم اینجا جامپ بزن، به صورت کاملا ایزی مرحله رد میکنی. اوکی خب که چی الان؟ اگه میخوای رو مخ باشی که حوصله‌تون ندارم. اوه اوکی ایزی. برو تمام. این مرحله به صورت کاملا سریع و ایزی تموم شد. حالا میریم سراغ مرحله بعدی. اینجا نیاز نیست راه بری، کلا اینجا جامپ بزن فقط. خب نرسیدیم، مشکل نیست، مرحلهش سخت نیست. صدام در میاریم میگه براش. برو یس بنازم. فشار بخور. آره فشار بخور. اوکی خیلی سریع میریم. چیه؟ آها گرفتم. با بیایم اینا فکر کنم روی اینم با یه فن الان گرفتم. برو ایزی. این مرحلم رد شد. چه خبر؟ این کافتریا نیست. این یورو هنوز اینجا زیقناش یادشه. این هلو چطور اینه کلن یه زیدان یه زندان انگار به خصوصی دارن کلن. پیچی رو بدید به من. کار اینجایی نمی آیا. من از این فرصت استفاده. نه بودو ها گیر کردی. عجب گیر کردی. چرا نمیزنه؟ اوکی بخور. بچه این مرحله به صورت کاملا ایزی راحت تموم میشه. به صورت فوق العاده ایزی. در حال دمیج خوردن. این پایین دمیجش نوشته. همینجوری چم داره من میزنه. چه جاله. بزنش دیگه. تموشه بره. مرد. چرا ترکی دینو درک نمی کنم. چرا ترکی. اوکی هیچ مشکل نیست. فلش داری پایین. سرسره اومده. یه دقیقه فکر کنم رو هوا ایستایم. خواهی ما رو گول بزنی؟ برو بابا خیال کردی که سری اگزیتو میزنی و پرواز در آسمان ها. یه بچه کافی فکر کنم وایسید، فقط شانسی بینشون رد میشیم اونجوری بسید ایزی. خودتون رد شد. نه هر دفعه باید نه یه دقیقه لالای. خب این میاد، بنابراین ما باید اینجا باشیم. میاد ما از همینجا رد میکنیم. یه دونه آخریه، تو خدا نمیر از اینجا رد میکنیم. سلام. چون میپره برای خودش.
اوکی میام اینجا بالا. اوکی نگو این چیه، نگو باید دونه دونه برداری ببری اونجا بذاری. شت اصلا حوصله این کار. خب الان من چی کار کنم؟ بدبخت شدم، یه دونش افتاده پایین، بنابراین باید یه دونه کم میاره. چی کار کنم پس؟ کاریش میکنم دیگه. بابا فشاری نکن، از اول بمیری اینا ریست نمیشن. آه نه، حالا من چی کار کنم؟ یه دونه بیشتر ندارم. خب همین یه دونه منو پرت میشه دیگه، اتفاق دیگه جز این قرار بیفته. قشنگ اینجا میذاری. خب حالا همینو برمیداری. IQ تا این دیگه بیفته کار ما تمومه. حالا همینو برمیداری ایندازی اینجا، ایزی. حالا همینو برمیداری ایندازی پایین. هلو اوه بیا استاد اینجور کارم بیا. لا 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 دیگه خیلی داریم زیاد نزدیک میشه. این بعدم سریعتر میدویم فکر کنم. اوکی ویدیو هم دیگه داره طولانی میشه. بزن بگیر آقا، بزنی تو دستاش، بزن تو دستاش. فرین تو میتونی. نه دستاش باید بهتری که. اوکی الان وقتشه بزنی به دستاش. اوکی ترکید دو گاراژ باز شد. ایزی بریم سوارش شیم دیگه، از این زندان کوفتی راحت شیم. خودم نچوی توی زندان یه پلیس بود سوار یه ربات جنگی باشه و بده دنبال آدم. علفه رو نگاه برو. همین تموم شد، ما رو بیرون کردی. اوکی خب اینجا چی؟ اوه علی کفتر. زندان کوفتی رو اونجا میبینید دیگه، نمیخواد ببینیمش چون از اینجا راحت شدیم. خیلی خوب بچه ها، خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و ساب فراموش نشه و تا دیدار بعدی، بدرود.